با سلام و درود فراوان به شما بینندگان عزیز. امیدواریم اوقات خوشی را سپری کرده باشید. در این برنامه قصد داریم شما را با علت مرگ اسطوره فقید فیلم‌های رزمی جهان بروس لی آشنا کنیم. با ما همراه باشید. شاید جوانان و نوجوانان امروز تنها نامی از بروس لی شنیدند، اما همه جوانان قدیمی حدود 30 الی 40 سال پیش بروس لی را میشناسند. در آن زمان تعداد اکشن منها و فیلم‌های زد و خوردی مانند امروز زیاد و متعدد نبود. بروس لی یکی از کسانی بود که در آن زمان محبوبیت خاصی میان همه مردم داشت. فردی که دستهایش مانند تیغ عمل میکرد و در کاراته بازی شهرتی جهانی یافته بود. در آن دوران اکثر جوانان به ویژه پسرها اتاقهای خود را با عکسهایی از بروس لی تزیین میکردند. بروس لی استاد هنرهای رزمی، بازیگر فیلم‌های رزمی، فیلسوف و بنیانگذار سبک جیت کواندو است. او به عنوان تأثیرگذارترین رزمیکار قرن 20 و نماد فرهنگی شناخته شده است. او همچنین پدر 2 بازیگر به نامهای براندون لی و شانون لی است. بروس لی در سان فرانسیسکو کالیفرنیا به دنیا آمد و تا اواخر نوجوانی در هنگ کنگ بزرگ شد. فیلم‌های تولید هالیوود که او در هنگ کنگ بازی کرد موجب ارتقای سطح فیلم‌های رزمی هنگ کنگ شده بود و تحسین عامه را برانگیخت و موجی از علاقه‌مندی به فیلم‌های هنرهای رزمی چینی را در جهان غرب به وجود آورد. کارگردانی و جو فیلم‌های او هنرهای رزمی را در هنگ کنگ و بقیه جهان تغییر داد. بروس لی به یک چهره نمادین تبدیل شد، به خصوص برای چینی ها، زیرا در فیلمهایش به عنوان افتخار ملی برای چین و ملیگرایی چینی ظاهر شد. او در ابتدای امر به یادگیری هنرهای رزمی چینی کنگ فو، مخصوصاً وینگ چون پرداخت. اکنون می‌خواهیم مقداری درباره مرگ مشکوک او مطالبی را بیان کنیم. مرگ. بروس لی در 20 ژوئیه 1973 با مرگ ناگهانی و مشکوک در هنگ کنگ بدرود حیات گفت. مرگ بروس لی رازی است که بر همگان پوشیده بود. هر کسی درباره مرگ بروس لی جوان عقیده‌ای داشت. بروس لی در سال 1973 در سن 33 سالگی از دنیا رفت. او 32 سال داشت که شایعه شد در آپارتمانش در هنگ کنگ خوابیده و ناگهان مورد اصابت گلوله‌ای قرار می‌گیرد. بروس لی اینطور اظهار داشت که یک روز از سوی معتبرترین روزنامه هنگ کنگ به منزلم تلفن زده شد. گوشی را برداشتم. خبرنگار روزنامه گفت می‌خواستم ببینم واقعاً بروس لی زنده است. من هم گفتم پس تو با چه کسی حرف میزنی؟ بله، من زنده‌ام. من بروس لی هستم. اما وقتی بروس لی واقعاً مرد، شایعه ها اینطور پخش شد که بروس لی در هنگ کنگ به باجگیرها پول نپرداخته و توسط آنها ترور شده است. دلیل اصلی مرگ او: بروس لی به تومور مغزی دچار شده بود و هنگامی که می‌خواسته برای تمرین فیلم بازی مرگ برود بیهوش شده و تلاش پزشکان بی‌نتیجه بود و تیم پزشکی بروس لی 5 دلیل برای مرگ نابهنگام او ارائه دادند. یکی از دلایل اصلی مرگ زودرس بروس لی تورم و رشد یک غده در مغز او بود. به گفته همسرش لیندا، بروس با تهیه کننده فیلم ریمون جو در ساعت 2 بعد از ظهر قرار داشت. آن دو در مورد ساخت فیلم بازی مرگ با یکدیگر مشورت کردند و تا ساعت 4 بعد از ظهر با هم صحبت کردند و بعد به خانه بتی تینگ چی، بازیگر تایوانی الاصل که نقش اصلی زن فیلم بازی مرگ را داشت، رفتند. بعد از ساعتی جو آنجا را ترک می کند و بروس و بتی با هم شام می خورند. در آنجا بروس لی احساس سردرد می کند و بتی به او یک قرص آسپرین قوی می دهد. حدود ساعت 7 شب بروس لی به خواب می رود.
جو به خانه بتی تلفن میزند تا با بروس حرف بزند، اما بتی میگوید بروس به خواب عمیقی رفته و نمیتواند او را بیدار کند. بلافاصله او را به بیمارستان میرسانند. پزشکان به معاینه دقیق میپردازند. او به کما رفته بود و بعد از مدت کوتاهی نیز حتی نفس هم نمیکشید. پزشکان متوجه شدند که مغزش تورم دارد. وزن مغز او از 1400 به 1575 گرم رسیده بود. هیچ یک از رگ‌های خونی بسته یا پاره نشده بودند. تمام اعضا و جوارح بدن مورد معاینه قرار گرفته و کالبد شکافی شد. در معده‌اش همان قرص آسپرین قوی بود که بتی به او داده بود. به غیر از قرص آسپرینی که بتی به او داده بود، چند دانه شاهدانه در معده‌اش یافت شد که مشخص نشد این شاهدانه ها را از دست چه کسی خورده است. عده‌ای از پزشکان معتقد بودند که شاهدانه ها به زهر آغشته شده است و همین امر سبب مرگ وی شده بود. اما پزشک اصلی او معتقد بود که به دلیل خوردن آسپرین قوی تومور فعال شده و مرگش فرا رسیده بود. در واقع چنین فردی با داشتن تومور مغزی نباید چنین آسپرینی را مصرف می‌کرد. همسرش لیندا میگوید او هیچگاه دوست نداشت عمری طولانی داشته باشد، زیرا او نمیتوانست تحمل کند که قدرت بدنیش با کهولت سن روز به روز تحلیل میرود. بروسلی میگفت اگر من باید فردا بمیرم هیچ شکایتی ندارم. من به آرزوهایم دست یافتم و در دنیا آنچه که میخواستم را انجام دادم. از زندگی انتظار بیشتری ندارم. قبر او در سیاتل آمریکا در خیابان گارفیلد می باشد و بسیاری از علاقمندانش به آنجا سر می زنند و برایش شمع روشن می کنند. بسیار ممنونیم از همراهی شما بینندگان عزیز. تا برنامه دیگر، خدا نگهدار.